حضرت نوح علیه السلام اولین پیامبری بودند که برای تمام مردم فرستاده شدند. ما می‌دانیم که آدم علیه السلام و فرزند آن حضرت شیث علیه السلام نیز از پیامبران الله می باشند، ولی آنها فرستاده شده بودند برای عائله و قبیله های خود که آنجا گروه آدمان سکونت داشتند. آدم علیه السلام چگونه پیامبر شدند؟ وقتی فرزندان حضرت به دنیا آمدند و بزرگ شدند، آدم علیه السلام با آنها از حیات خود نقل میکردند و هشدار میدادند که فراموش نکنید که این کار با من شد و شیطان دشمن شماست. از زمان حضرت آدم علیه السلام تا به زبان نوح علیه السلام 1000 سال بود که در این مدت همه در اسلام بودند و در بین مردم شرک عموما وجود نداشت. ولی بعد از 1000 سال اولین شرک پیدا شد و خداوند حضرت نوح علیه السلام را فرستاد. چگونه بین مردم شرک به وجود آمد؟ این همه در قرآن کریم آمده است. وقتی شیطان به نزد فرزندان آدم علیه السلام آمد و آنها را گمراه ساخت، آنها گناه کردند و ما می‌دانیم که این عائله قابیل بود. آدمانی که گناه کردند از عائله قابیل بودند. برای آنها حضرت شیث و ادریس علیه السلام فرستاده شده بودند. لیکن آنها بار هم به شرک دست نزده بودند، یعنی که آنها به خداوند هیچ شریک همراه نمی کردند. آنها می دانستند که خالق آنها یگانه است و تنها به او سجده می کردند. اما آنها اینجا و آنجا گناه می کردند، زنا می کردند و این چنین گناهان دیگر، و با گذشت وقت به نزد آنها شیطان آمد. بین آنها نفران خوب و با ایمان بودند که خداوند آنها را در قرآن کریم ذکر کرده است. اگر به سوره نوح در قرآن کریم نگرید، شما این نامه ها را آنجا پیدا خواهید کرد: ود، سوه، یغوس، یعوک و نصر. وقتی که شیطان آمد و به آدمان گفت که این نفران بسیار آدمان خوب بودند و همیشه شما را به کارهای خیر دعوت میکردند و دایم نصیحت میکردند، اکنون که آنها نیستند، آنها وفات کردند، شما به هر کدام از اینها یک مجسمه خرد بسازید تا هرگاه با وقتی که به آنها نگرید از نصیحت های آنها یادآور شده کاری خوبی خواهید کرد و این شما را در راه راست نگاه می‌دارد. یعنی که بین آنها 5 نفری بود که خیلی آدمان خوب بودند، آدمانی که با اصطلاح حاضر به زبان ما و شما گوییم عالمان خوبی بودند، شیخی بودند، عابدی بودند. و زمانی که آنها از دنیا رفتند، شیطان به نزد آنها آمد که پس از آنها مانده بودند و با آنها گفت که این نفران، یعنی که ود، سوه، یغوس، یعوک و نصر، اینها خیلی آدمان خوب بودند و با شما هر دم نصیحت میکردند، شما را به کار خیر دعوت میکردند و گفت که اگر شما برای اینها یک مجسمه های بسازید، یک هیکل های بسازید، این برای شما کمک خواهد کرد. گفت و کمک این را همچنان به آنها رساند که و گفت که هر وقتی که شما از نزد یکی از مجسمه ها یا اینکه هیکل ها بگذرید، شما از نصیحت های آنها یادآور خواهید شد و این به شما کمک میرساند که از نصیحت های آنها شما فراموش نکنید و هر باری که به نزد آنها آمدید یک کاری خیری برایشان بکنید. به یادتان میرسد همین نصیحت های آنها و یگان کاری خوبی خواهید کرد. شیطان این عمل را خیلی زیبا به آنها برساند و مردم نیز هیچ بدی در این کار ندیدند و برای آن 5 نفر مجسمه بنیاد کردند. هرگاه که مردم از نزد این مجسمه ها می گذشتند،
برابر دیدن آنها نصیحت های آن نفران را به یاد می آوردند و کاری خوب می کردند. شیطان بسیار با صبر است و تنها تخم کشاد و رفت، یعنی که تخم را پاشید خودش رفت و انتظار بود تا این قوم نیز از دنیا گذرند، زیرا شیطان نقشه های خود را عایدی این مجسمه ها داشت. یعنی که با اون آدمانی که گفته بود هیکل گذارید، شیطان اکنون نگاه میکرد، صبر میکرد که تا اینکه این آدم ها و آنهایی که همراه اینها بودند از دنیا گذرند و بعد آدم های نو بیایند، یعنی که نسل آینده. وقتی این قوم از دنیا درگذشت، شیطان به نزد قوم نو آمد به آنها گفت که شما چی کار میکنید؟ آیا نمیدانید که پدران شما وقتی از نزد این هیکل ها میگذشتند با آنها سجده میکردند؟ این هیکل ها با آنها کمک میرساندند و آنها را شخصان خوب میکردند. یعنی که شیطان آمد به نزد همان فرزندهای همان نفرانی که هیکل ها را گذاشته بودند. آنها که دیگر نیستند، روزی آنها بود شد و آنها از دنیا گذشتند، لیکن شیطان به نزد فرزندان آنها آمد و گفت که شما چیکار میکنید؟ آیا نمیدانید که پدران شما به این هیکل ها سجده میکردند و این هیکل ها با آنها کمک میرسانید؟ شیطان آنها را گمراه میکرد، زیرا پدران آنها به هیکل ها سجده نمیکردند، لیکن در حقیقت وقتی آنها را میدیدند یگان کاری خوبی میکردند و این تنها از سبب به یاد آوردن نصیحت های آنها بود، نه آنکه این هیکل ها با آنها یاری میرسانید یا آنکه کمک میکرد. همین طور شیطان آنها را فریب داد و این اولین شرک بود که بین مردم پیدا شد و این انسان غیر از الله به چیزی دیگر سجده کرد. نام حضرت نوح علیه السلام را خداوند در 20 سوره های گوناگون قرآن ذکر کرده است. مرتبه ای که خداوند به حضرت نوح علیه السلام داده بود در خیلی درجه بلند داشت. خداوند در سوره بقره آیت 253 میگوید: ما بعضی از این پیامبران را به بعضی فضل دادیم. از آنها کسی هست که خدا با آنها با او سخن گفت و بعضی را در مرتبه ها بلند کرد و به عیسی پسر مریم معجزه ها دادیم و او را به روح القدس قوت دادیم. و اگر خدا میخواست کسانی که بعد از پیامبران بودند پس از آن که به آنها حجت ها آمد به یکدیگر نمی جنگیدند ولیکن اختلاف کردند و از آنها کسی هست که ایمان آورد و از آنها کسی هست که کافر شد و اگر خدا میخواست با یکدیگر نمی جنگیدند ولیکن خدا آنچه میخواهد میکند. 5 پیامبری بودند که از همه مرتبه بلند را دارند. که هایند آنها؟ البته که محمد صلی الله علیه و سلم، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام. خداوند در سوره اعراف آیت 59 میگوید: به درستی که نوح را به سوی قوم او فرستادیم، پس گفت: ای قوم من، خدا را عبادت کنید، شما را به جز وی هیچ معبود نیست. من بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم. اولین چیزی که پیامبران به آن دعوت میکردند این شرک نآوردن به خالق یکتا بود. وقتی نوح علیه السلام این سخنان را به قوم خود گفتند، اشراف آن قوم چنین جواب دادند و جواب آنها در سوره اعراف آیت 60 آمده است. اشراف از قوم او گفتند: همانا ما تو را در گمراهی ظاهر میبینیم. آدمان ثروتمند که قدرت در دست آنها بود به او گفتند که تو گمراه هستی و به مردم گفتند:
که این گمراه است، از پس وی نروید. بعد حضرت نوح علیه السلام جواب دادند و جواب حضرت در سوره اعراف آیت 61 و 62 آمده است. گفت: ای قوم من، مرا هیچ گمراهی نیست، ولیکن من از جانب پروردگار